افسانه ها و سیسانه های تاجیکی از زمان های قدیم از زبان قصه‌گویان پیر و خردمند در قلب شهرهای بزرگ و تمدن آفرمان، گوشه های دور کوهستان با ابرها و ماه و آفتاب، از زمانهایی که بود نبود بودگار بود، زمین نبود شدگار بود، همه جا و هر جای از قعر عصرها بیرون آمده، از دل روزگاران خوش و هم نابسامان بار تاریخ بردوش به ده‌ها روایت به روزهای ما رسیدند و هنوز هم گوشهای به چهکهای نازنین و دوسترویک را نوازش و آنها را به نکوکاری، پهلوانی، خردمندی و خاکساری هدایت می کنند. خوش آمدید به افسانه های تاجیکی، شبکه افسانه های مردمی، تربیوی و فرهنگی تاجیکی برای کودکان و کلانسالان. در اینجا شما افسانه های باستانی، حکایه های عاموی، روایت های نیاگان و قهرمان های عزیز و شناس را با زبان شیرین تاجیکی خواهید یافت. برای کودکان افسانه های آرام کننده شبانه، تعلیمی و با زبان ساده تاجیکی. برای والدین محتوایی است که با فرهنگ و اخلاق ملی موافق است. ما هر هفته ویدیوی نو نشر میکنیم با صورت‌های انیماسیونی، آوازخوان‌ها و موسیقی زیبا. مقصد ما احیا و گسترش فرهنگ شفاهی تاجیک و آفریدن محیط سالم برای تعلیم و تربیت کودکان است. آبونه شوید تا نخستین شده از افسانه‌های نو با خبر گردید. ما با محبت برای شما و فرزندانتان این را می‌سازیم. با احترام، هیئت ایجادی افسانه‌های تاجیکی.